بازش همون موقع گرفتم کلی لبای او کلی لبای همون کورپا رو خدا همونجا نشم همه چنگو طرف ما اومده است بیزور که یه با خب نکردی که کار نکنی محمد جان بابا گو کاریست بچه هم مکتب شاید دادیان امرو از یاد دارم بخور از یاد کن خوندن دی چیزی خوب باید با سواد شد این همه آتا تنه میبینی هرچند اگر همه بزرگم بشنه از سواد دوره که در بزرگ میشینه اگر سواد نداشته باشه کجا در بزرگ میشینه یا چنیم چی میاره همجا میخری احمد جان لبای بابا جان گشنه موندم مال خیال از یه چهار برای همون چه طبقه اگه چند بیارم بخیره مایساری چی نخونده ام بابام گیشنم مونده میگه که بیار اگه چی بخوره وقتی بابی تایازی ایرا بی هم مرا کنه بیزور کردی خطی همو بابی هیچ کار نداره بر وقت بعد میبره میخره یگون چوکو نمیبره میسم خیلی بیزور کرده یعنی خب نمیکنه بابوشه خدا نشای همه بسیار بیزور کرده بابا جان بابا بچه آچه میگه که حالی چیه نشیده میگه حالی آقا من توقف میکنم آن میسه یا خواهی کجا باشه اما آن میسه که میشه همی دیده چی گفته اما آن باشه خیلی نماز خدار میشه نفس آن نبرا که یه درختی دیگه در خوروخ همجا با خو میره کجا برم سری جو خونه یک هستی دیگه برا باید جو مهمانی برا آخی چی گپن؟ هیچی نکس چی گفت بدخار یا بچه باید کمتر آب بزن بر همیشه برو آب نباشه آب نخوش اگه جوش بزنم آخی بخواه آب خوشه ای و در پراتی همسایه بیار بزن دیگه موسیقی چشتگه تو این مسافر بکر ای خواه میره اینم جروزی در آتون بدخار اخر داری آخه همه چند کدی تو هیچ در نداره یک چند نفس بکشن و خودش در شلوغ بکن سلام علیکم چرا جان وای بودک دیگه خواه در تایی پایم یک کوز بچه نمیپرچایی خیلی گودک خواب بودای من اگه جو دیده استی که کار دارم بکن روزی در روز این مسافر داری با او گودک چنی گفت کن دور بکنی همه شد برای تو جنگ نکن بچه نه جنگ نمیکنم اتاقی چنگ دای چنگ شما اومده اینجا عقل داره نداره برای مهیده جنگ نکنیم بچه جنگ نکنیم سوزه اوتا یگان چی خورده؟ نرو میگم مخی آخی نرم کی میرو و اینجا همه آمده رفته است پیش یه مایل رو آخی گیر همینجا یک کمتر آب زن آه نیست میفته برو آب بیار نما بشه برون شه اوتا تا نگاه کنم آب بیارم خانه تا برم حالتم چیکار تکنم بیزار کده همون سیگزر سرگرد نزد نه ای بچه چیزا بیار آره بابا چی گناهی کرده باشیم که فرزند ما اصلا ساز نبگیرم ای زندگی با چی درجه آمده رسیده است ای خداوند توفیق بده انسان ها را توفیق بده جوان ها آخر ما در جوان ها خیلی جنگ و جنجال ها نمیکرده زندگی ما دیگر بود ای خدا توفیق بده همه ها بدخار چی میگی چی
یه زمان بخی تو یک آدمگری داری تو دیلت نمیسوزه دام موسفید خو همین مسافرت بزور کده یا خامو مرا برو مردمش هوای تازه داشته بر چی میخوره تا خد نه مایلا شوخی زنه خد والله ای من موسفید پیاده تری فوقش چند میکنی اوخی و خودش مزاش نیست ما او را خونه میدرارم خونه را راست آی بوی نبی بوی برو خونه درآمدن نمیشه مردم یا شرمنده میشه میخندن مونه خیال میکنه همین روزی دراز محمد افشین دام خونه خوبه بزور کده دیل ما گرفت همین مسافر دوتا خود بیاد اجاره برو ایرا بکر ای خشومند گذارم داینگی خد اوخی خی چی خی اوخی در پیریش خدمت چکون اوخی یک پگه فایده میکنه خدمت چکدم بس از چه سال در اینجا خواهی من خدمت کمی رکستم دیگه چیکار کرده ایستم با چیکار کنم اوخی با این خیلی سخت رفتار نکه خطی شد سخت رفتار نکردم خدش من خوش رو برو وردمش هوای تازه رشون اونم خطا کردم هیچ شرط نیستم که اون کس نویه بود خد چیکار کنم با فکری تو من چیکار کنم بگی خونه پیرون سالون برشن بگی برشن اینا بگی برشن ماشان هم جدا ایزان اکثر زدگی چی گفتستی؟ چی گفتم؟ هیچی نگفتم هم جانی تو خلاص هم جانی مخلاص نه جنگ نه جنجال تمام بگی برا اوتاتا که جایی میبرشم بگی نم برم خونه پیرون سالون دمونشم ما برم خونه پیرون سالون مونم تو پگه مردم مرا همسایه چی میگن؟ کدام همسایه میفهمن؟ میگم قشلاقش بودگی برم اونجا خورزار شوه؟ خورزار نمیشه هم خشرو نگاه میکنم هم دولت خشرو نگاه کرده این کمپیر مسافر خورزار شدیم خشرو زندگی دارن در همونجا هیچ گپ میبرم و تایترم قطاری هم باز زندگی میکنن در همونجا نه جنجال نکنیم متعی هم سوزه ایشی نه فهمون دوشه و فهمون نه نه اوتجا هم سوزه چه نیست سلامتون سوزه شکرونه ایشی ماما بچه جون ماما جون ای بچه جون نه چی پرسد خیلی بچه هم خیلی رو خونه بخورم خیلی بچه هم خونه خیلی ساز میده را بچه جون یک چای کبود دم کنو یکان چیزی بیا پیش بابا دقیقا خود آوردی بچه هم نه اون نواردیم ای بچه هم خوردم بچه هم خورد چه خورده محمد جان میگه ایچی نخورده من خوردم بچه جنجال نکنه نه جنگ جنجال نمیکنه موقع با شما گوش نمیگرده ای بچه نه چی پرسد همین کلیم چیزی گفت در گوش ماما چی گفتن؟ گفت که خونه پیران سالون با چی گفتم نه و یک بیاقلای و خیلی زن مردم بچه بوده جان. یک خیلیش مرا حوضی بگی بر بچه نه و تایی ما شما را چی خیمه حوضی برکنه بگی بر بچه شمی شما سوز شد من میرم خونه پیران سالون در زندگی من سوز شم بچه حوضی بگی مرا حوضی که اکو خانه پیران سالون هم میگه خوبه خوشروه و اوج ساستره یکی من شما را آخه ای بیاز بعضی مردم همسایه چی میگه اوتایی مایل بچه مرا بر همونجا بر شما سوز شد زندگی شما وایلم نشد بچه مرا بر همونجا من میرم توکلی ما با خدا مایلش بچه جون بیسو فکر نکن بچه من میفهمم وضعیت تو زمان زندگی را من میفهمم بچه میفهمم با اجازت خودم مرا بگی بر با اجازت خودم مرا بگی بر بچه بر مایل اوتا زیغ نشه این خیلی با پگه فکر میکنه محمد جان محمد جان تو رفتیم بچه‌م دروازه رو میکنیم ماشین آمدن ما نمیجا بس بست کنم
آی لبا بخیر ماشین آمد تیار شد محمد جان با بیتا تیار کنم برم مدت بیدار کنم کجا میری بچه‌ام بالیسا میری بالیسا میری بچه‌ام آمدم داداش آی داداش دادای محمد جان بخیزه بخی بچه همسایه آمده بخی رفتم اون بختاوری بچه همسایه را گفتم ماشینش گرفته آمده بخی چی؟ بختاوری بچه همسایه کو گفتم ماشینش آورده بخی تیز کن چون میکنی ماشین بختواره؟ چه خب بخی مسافر را بگی بعد کجا برم؟ چه کجا میبری آخه دینا چی مسئله کردیم خونه پیران سالان گفتیم میبرم شکو تو دیومه یا خیلی که گفتم آخه ما او را زوره کردم ماشینش گرفته آورده بخی حوزی با میگیره میروم ماشینش بخی دیگه ماشین نمیابیم بخی اگه میشه خیلی چی ای میشه هیچ گپ نمیگوی که قشلاق رفته تمام همو بر خونه پیران سالانش رو نگاش میکنن میره خبرش میگیری بخی ولی با آقای مرا پرسم چی میگم بختواره؟ هیچی نمیگویشه همون بختاور گفتن میگوی مسافر خودش مجبورم کرد گرفتم برده استمش بخی مردم بخی محمد جون کنی؟ محمد جان برده بخی دم پیش ماشینه محمد جان بخی هم خونه در خواب بود لازمه تقوی مهینه ای رحمت بچه‌ام رحمت بیا بریم بالیسا میری بچه‌ام آه بانیسا میره بیا ای خدمت تو شما ما چه بگم هیچ گپ نداره آی ساز میشه کرد شوک کو بچه‌ام بازی تیار شده است لباساش پوشم میآید بیا شما بیاین در ماشین شیشتن بگیرین بیا خوش بیا بچه‌ام ما به چه نکنیم نه میآید باز میآید اینا بیا نه بچه همسایه هست کو بیا biraz yumuşuna da sana da bacım. اینا بچه همسایه هست اینا از میگوش میآید Rahmat. Rahmat bacım, rahmat. مال هوای زیغ نشه جوشی دیو بیا کس که پرسیده است که اینا آمد بشی اخی بشی تنگایی بختوار خیلی دادر سوزی خیلی سلامت شده همین موسفید یه جو بودن در کره جوره بله بخیر باشه خیلی زنک ما رفتم مال خیام مال بله خیلی بچم برکت در کسب کردم بچم اصل خورد نکنه جنگ جنجال نکنه الله اکبر مال خیلی زنده باشی رحمت بچم خدمت هم بکنه رحمت بچم چی وزیقی؟ ایش نیوتا من چه خیلی زید دوختیسی بچم نیوتا نصیب کردیم چیزی باشه برا میبینی کسای جان کدام بیمارخانه های کنم بیمارخانه؟ وای بیمارخانه بیمارخانه نه وای خانه پیران سالان ای کو خانه پیران سالان بخیره بخیره مسافر خودش مجبور کرد که خانه پیران سالان برمه ای کاش پدر من زنده بود در ایام پیری عصای دستش می‌شدم بعضی‌ها از پدر خود بیزارند بعضی‌ها با بودن پدر زارند بابا جان گیره نکنه گیره نکنه خداوند گمون موشش میکنه شما زیگ نشید باید خداوند تنها بموشه شما چه نشید
بچه جان نبر خودتون احتیاط کنید مایل احتیاط کنید بچه بیا یک بار همون جای پیران سالن رویم. خانه پیران سالن؟ آه. نه اومدیم که بچه هم چی به میگی؟ سراغش فراموش کردم. سراغاشه؟ بچه هم تو سراغه اونجا رو چیکار میکنی؟ پدر جان وقت شما پیر شده من شما را به همانجا برم